موقعی که ما خود در آنجا قرار گرفتگیم، اولین بگیم موقف ما با زیارت مکانی که در اینجا مسجد بلال رضی الله تعالی عنه، بلال ابن رباح رضی الله عنه در همینجا هست. ما برای با زیارت اینجا آمدگیم. همین بنای مسجد هیچ ربط نسبت به عهد رسول صلی الله علیه و سلم و به عهد خود بلال رضی الله عنه هیچ ارتباط هیچ نسبتی ندارد. مسجد در قرن 15 هجری بنیاد شدگی است. محض یک از مسجدها است که در تمام روی عالم بسیار مسجدها هستند که به نام بلال ابن رباح صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم نام نموده است. حکمت از اومدن اینجا در چی است؟ شناختن یک صحابی. هر کسی که یک کلمه را اگر بدونه، حتما یک کلمه را اگر به زبان بیاره، حتما در یادش به زبان آورنده همین کلمه ها به یادش میاد. کلمه‌ای که باید بلال رضی الله عنه به شناخته شود چی است؟ احد احد. کلمه است که از زبان بلال رضی الله عنه از همین غلامی که آزاد شده، یکی از 6 نفر مسلمان شدگی اول در مشکل ترین حالتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم قرار گرفتگی بود، 6 نفر، یکمش ابوبکر صدیق و در داخل همین 6 نفر بلال ابن رباح شم دادن و تا حد در پشتش زدن که به خاطر یک گپ بگو که محمد ناحق است. همین بگو مطرح آزاد بکن بحال زدم پوست پشتش رفت، پشت پوست در روی قماندن، در روی قمی که رگه که بسوزه در بالای سرش یک سنگ دیگه موندن. گفت اگر بالاتر این دو کلمه رسول الله اگر می آموختم، همون کلمه را با بر زبان آوردن می گرفتم و همیشه بر زبانش یک کلمه تاریخی طلایی گفت که تا امروز کسی که اگر همین کلمه را بدونه حتمی میدونه که گوینده این کلمه بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه است. یعنی همون عباره ها احد احد است. خب گفتم که مسجد فقط به خاطر هست است که دیگه این بهترین مسجد است. جتا خود بلال رضی الله عنه در شام دفن کرده شدگی است. از جمله صحابیان است که بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر گفت من استطاعت و برداشت این که در مدینه به محمد زندگی کنم رو ندارم و ترک مدینه کرد و به شام رفت. اگرچند بعد این ابوبکر صدیق خلیفه شد، بارها میگفت که اذان بتی از 3 مؤذن پیامبر از وی خواهش کردند که اذان بتی و برخواست از جاش اذان داد و تا کلمه اشهد ان محمد رسول الله اومد دیگه اذان دادن نتونست. گریه سخت روش محکم کرد، دیگه گفتن نتونست. گفت که من در منطقه‌ای که در اونجا همراه رسول الله بودم و اذان را که در بدن رسول الله میدادم دیگه اذان من دادن نمیتونم و به همین قطعی ترک مدینه کرد و گفت که من برداشت اون که در مدینه به نبی زندگی کنم ندارم و از مدینه را ترک کرد، رفت در شام زندگی کرد و در سال 20 هجری در شام از دنیا گذشت و در همونجا دفن کرده شد. تمام ان شاء الله یک عکسی یادداشتی